حکایت کردند که مرد در جنگل‌های افریقا سیر و گشت کرده از دیدن طبیعت اکواتوری زیبای آن، از حسن درختان سر به فلک کشیده که نور آفتاب را نیمپوش می‌کرد و از آواز گنجشکان که چون موسیقی فارم جمال آن محیط را دوچند می‌ساخت تماشا کرده به وجد آمده بود. حرکات درختان رقص را به یاد می آورد و وزیدن باد فارم آلت موسیقی را می ماند که آواز پرندگان را تقلید می کرد. در حالی که مرد غرق تماشای این منظره و شنیدن صدای پرندگان بود، صدای وحشتناکی را شنید که تا رفت به او نزدیک می شد. وقتی به طرفی که صدا می آمد نظر کرد، دید که شیر ژیانی به سرعت خیالی به سویش دویده ایستاده است. مرد چون دید در نزدش چاهی هست، خود را به آن چاه افکند و ارغمچین آبکشی را گرفته زود به پایان می فرامد. چون غرش شیر دورتر شد، مرد کم کم آرام شد و نفسی آزاد کشید. اما آرامی او طول نکشیده، این لحظه باز صدای دیگری پیدا شد که از صدای شیر کمتر نبود. آن صدای فشرس ماری بزرگ جثه‌ای بود که در داخل چاه بود. مرد در هیجان افتاد و راهی چگونه از این دو دشمن خلاص شدن را می جست. او ناگهان دید که دو موش، یکی سیاه و دیگری سفید، با ارغمچین چسبیده آن را می خاییدند. مرد ارغمچین را جنبانیدن گرفت تا موشها را افشاند و چنان سخت جنبانید که خودش نیز به چپ و راست حرکت کرد. هنگام حرکت بازویش به دیوار چاه رسید و در آن نمی را احساس کرد. آن عسل زنبورها بود که عادتاً در کوه و غارها خانه گذاشته عسل می گذارند. مرد از آن عسل کمی چشید و از شیرینی عسل حالت وزنین خود را فراموش هم کرد. یک و یک بار خیست که همه این خواب بوده است. مرد با ترس و آشفته حالی نزد عالمی رفت تا به او این خواب هولناک او را تعبیر کند. عالم معبر برایش گفت: مگر تعبیرش را نفهمیدی؟ مرد گفت: نه. عالم گفت: شیری که دیدی آن فرشته مرگ بود. چاهی که در آن بودی قبر توست. ارغمچینی که به آن خود را آویزان نمودی عمرت بود. موشی سفید و سیاه این شب و روز است که عمر تو را هر لحظه کوتاه می‌کند. عسل چی است گویان؟ مرد از شیخ معبر پرسید. عسل این دنیاست که حلاوت و شیرینی آن تو را به غفلت انداخته است و تو فراموش کرده ای که روز مرگ و قبر پیش روی تو خواهد بود.